درود بر شما. عرض کنم که آنالیز های هفتگی رو ادامه میدیم با آنالیز یورو و ایندکس دلار. عرض کنم آخرین آنالیزی که کرده بودیم 26 دسامبر بود و تقریبا طی 10 هفته و 12 هفته گذشته آنالیز این بود که یورو آپ ترنده و ایندکس دان ترند، که به همین ترتیب هم گذشت تا الان و به این قیمت ها رسیدیم. اگر اجازه بدید مانتلی ایندکس رو با هم نگاه میکنیم. مانتلی ایندکس توی کانالی که بوده این W X رو زده و این Y هستش که خواهد زد. واقعا باید ببینیم که تا کجا برمیگرده. این احتمالاً مانتلی هنوز اگر ببینید توی سامری اینسپکتور ما چیزی نداریم ازش، یعنی تارگت ها رو زده، آپ بوده زده، دام بوده زده، باید صبر کنیم تا شکل بگیره که این مسلما بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات در امریکا خواهد بود و ایندکس خیلی تأثیر پذیر خواهد بود از این قضیه. اگر مانتلی رو نگاه بکنیم یورو رو میبینیم که توی کانال مانتلی 1 و 2 رو زده و یه دونه 3 خواهد زد. اولین تارگت 3.29 رو داره نشون میده. ولی در عین حال اینی که ما داریم میبینیم اولا که دو تا به اصطلاح موج پازیتیو و آپ ترند هستش و اینکه باید تایم فریم های پایین تر رو هم با هم بررسی کنیم. اجازه بدید تایم فریم پایین تر یورو ویکلی رو با هم نگاه کنیم. میبینید ویکلی الان چندین هفته است که از اینجا آپ بوده و اومده الان تارگت های اول و 1.30 در ویکلی داریم میبینیم. حالا 1.25 فیبوناچی اولش رو داریم میبینیم. ولی در عین حال باید اینم دقت بکنیم که یکی از تارگت هایی که اینجا بوده رو زده، یعنی تارگت های اولی ویکلی رو که 15 و 21 و 18 1.18 12 اینا رو تمام زده، بارها و بارها زده و الان تارگت بعدی که بخواد بزنه باید 29 باشه قاعدتا. ولی در دیلی ما الان همچین چیزی رو نمیبینیم. ما در دیلی تمام تارگت هایی که زده بودیم الان خنثی شده و اصلا هیچ توضیحی نداریم و هیچی نمیبینیم توی دیلی و این احتمال اینکه از اینجا ریورزال داشته باشیم هست. ببینید الان H4 حتی اگزیت های H4 اومده شده 22.58 1.2258. این دوتا مثلث است که اگر اینها رو یعنی یه مقدار پایین تر این اگزیت ها رو بزنه حتی H4 هم به هم میخوره. ولی از این طرف ما ایندکس رو میبینیم که در دیلی هنوز دان ترنده. میبینید الان دان ترند ایندکس، ولی این هم اگزیت ها بسیار نزدیکه 90-17 یعنی 89-41 یک مقدار بالاتر اگزیت های دیلیه. الان اگزیت های دیلی یورو خورده توی این نوساناتی که بوده و چندین دفعه تارگت های یورو دیلیش خورد در هفته های گذشته و اگر ایندکس و ویکلیش رو نگاه بکنیم ملاحظه میکنید الان من این رنگ رو بردارم که اینجا رو بهتر بتونیم با هم بررسی کنیم. این یه دونه 1 2 3 رو زده و یه دونه 4 اینجا داریم ما که اگر این 4 رو بخواد بزنه اگزیت های ویکلی رو هم خواهد زد و احتمال اینکه این تاثیر پذیریش طی هفته آینده بعد از اینکه این نتایج انتخابات حالا مشخص بشه، احتمال اینکه ایندکس یه اصلاحیه‌ای دوباره بزنه یا ریورزال بشه بسیار زیاده، چون الان که یکی از به اصطلاح قیمت‌های توی یکی از حمایت‌های خیلی مهمی هستش اینجا و باید ببینیم چه خواهد شد. توی آنالیزهای تایم فریم های
پایینتر دیلی H4 H1 دائم با هم دنبال خواهیم کرد تا ببینیم چه خواهد شد. در عین حال خواهشم اینه که یه توجهی هم به سنتیمنت یورو و ایندکس هم داشته باشید. ببینید الان یورو تقریبا دوباره اومده، همه دارن سل میزنن و سل 64% شده. خب هر چقدر این سل بیشتر بشه مسلما به طرف آپترند خواهد بود یورو. ولی خب میگم تغییرات این روزها بسیار بسیار ممکنه شدید و سریع اتفاق بیفته. ایندکس رو با هم نگاه میکنیم، ایندکس هم ملاحظه میکنید اوریجش الان شده 70%، همه بای زدن. حالا این 72% تازه بگذره شروع میکنه ایندکس مقدار دوباره ریختن. باز میگم اینا برای شرایط عادی و معمولی این سنتیمنت و اینا به این حالت خیلی صدق میکنه، ولی توی یه شرایط اینجوری که اوضاع دنیا به هم ریخته و عرض کنم انتخابات امریکا با مشکل مواجه شده و این داستان ها، یه مقدار ممکنه اینا تغییرات سریع باشه. مراقب باشید و سعی کنید که تو این روزها کار بکنید با ریسک کمتر. به هر صورت خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و نگاه کردید و گوش دادید. سوالی بود هست؟